الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخ عبد العزيز الطريفي حفظه الله وفك أسره میگویند به اسلام ضرر می آورد کسی که میداند که انسان چگونه به اسلام داخل می شود، چگونه به ایمان داخل می شود، اما نمیداند که چگونه از اسلام و ایمان بیرون می شود. و در دوام سخنشون میگویند که به اسلام ضرر می آورد همان کسی که میفهمد و میداند که با کدام سبب ها انسان به بی ایمانی و به کفر داخل می شود اما عذر او را نمیداند. البته این سخن بینهایت بزرگ است. بارک الله فیکم. در حقیقت درست است که هر کسی که فقط ایمان آوردن را میداند، به اسلام داخل کردن را میداند، داخل شدن را میداند اما شکننده های اسلام را نمیداند، به اسلام ضرر میآورد. به این معنا که امروزه مدخلی ها و امروزه جهمی ها و امروزه صوفی های غلات و امروزه اشعری و ماتریدی ها انمی مشکلشون است که به اسلام انسان ها را داخل کردن را میدانند اما از اسلام برآمدن در نزد اونها نیست و نمیدانند و شکننده اسلام را این خروج و خوارجی میدانند. اعوذ بالله. از همین جهت در نزد اونها بسیاری از طواغیت مؤمن است و ولی الامر است و بسیاری از کفار مسلمان است. یعنی اونها مرجعه و جهمی شدن. مرجعه جهمی همون کسی هست که به ایمان داخل شدن یا که به اسلام داخل شدن را میدانند اما برآمدنش در نزد اونها وجود ندارد. این قصه جمله اول است که این رد به مرجعه است. جمله دوم، هر کسی که سبب‌های کافر شدن را میداند اما شروط التکفیر، موانع التکفیر، سبب التکفیر را نمیداند و در همه حالت به یگان نظر کردن به شروط التکفیر و به موانع التکفیر در همه حالت، در حالت ظاهر یا خفی یا که حالتی که اختلافی است غیر اختلافی، همه را پیش و عقب تکفیر کردن میگیرد، این هم به اسلام ضرر میآورد. و البته این یکی از صفتهای خوارج است. خوارج همون یک طایفه هست که در همه نمود تکفیر نظر به شروط التکفیر به موانع التکفیر نمی کنند. ما بیاید اول اهل سنت رو مختصرا به شما بگویم. اهل سنت و الجماعت در 5 مسئله به شروط التکفیر و به موانع التکفیر کاملا، یعنی به بعضیش نظر میکنند و 100% نظر نمیکنند. به اکراه نظر میکنند. در 5 مسئله فقط اکراه عذر میشود و همون انسان سلامتیش خوب باشد، انا همین شروط التکفیر است. یعنی یک انسان سالم العقل، مجنون نباشد، کودک نباشد، دیوانه نباشد، یک انسان سالم العقلی که مجبور و دیگر کس نکرده باشد، اکراهنده نباشد، شرک را انجام بدهد. یک. دوم، الله را دشنام بدهد. سوم، رسول الله را دشنام بدهد، دین و شعار دین را به همون سیم داخل میشد. چهارم، استهزاء به دین بکند. پنجم، موالات به کفار بکند. ایمان به طاغوت داشته باشد، یعنی کفر به طاغوت نداشته باشد، به همین موالات و الولا و البرا داخل شد. در همین 5 نمود بدونی، یعنی نظر کردن به شروط التکفیر و موانع التکفیر، تکفیر کرده میشد. یک بار تکفیرش میکنیم مگرم در حالتی که اکراه داشته باشد یا که مجنون دیوانه باشد. این دیگر مسئله است. مجنون یک آدمی که دیوانه است همیشه عذر دارد و کسی که اکراه در حالت اکراه است همیشه عذر دارد. اما یک انسانی که به شرک رفت، شرک اکبر را انجام داد و بعد از این گفت که من نفهمیدم، جاهلم، ما میگیم که این مشرک است، مرتد است، کافر است، اما نفهمیدن و ندانستنش عذر دارد و عذرش این است که خونش و مالش حرام است. ما خون مال همه کسی که به مشرک میگیم حلال نمیکنیم، بلکه خون مال کسی حلال میشد که اول حجت رسانده شد. یعنی همین 5 مسئله هست که در نزد اهل سنت و الجماعت بزرگ است، یک بار تکفیر کردن ممکن است. اما در دیگر مسائل البته یعنی نسبت به این مسئله کمی سبکتر است. البته مسئله نماز، هر کسی که نماز را ترک کرد، دیده و
یعنی دونسته به یگون حجت، یعنی اکراه ندارد، مجنون نیست، سوق سلامتیش مثلا بگیم خوب است، در این حالت هم اینچنین انسان را تکفیر کرده می شود. هر کسی که اینچنین انسان را یک بار تکفیر میکند، این البته موافق سنت کرده است. و اینچنین حاکمایی که به غیر حکم الله حکم میکنند، یک بار تکفیر کرده می شود. یا که حزب‌هایی که به غیر اراده حکم الله اراده میکنند، اینها هم تکفیر کرده می شود. اما بعد از این دیگر مسائل هایی که اختلاف دارد و سبب تکفیر نمیفهمد، سبب تکفیر رو نمیفهمد، در این حالت انسان بهترش پیش از تکفیر کردن اول باید بیاموزد. یعنی یک کس رو تکفیر کند و سبب تکفیر کردنش رو نداند، معنای سخن شیخ همین است که انمین به اسلام ضرر میرد. بله درست است. وقتی که یک مسلمان و یک موحد یک کسی دیگر رو تکفیر میکند، باید سببش رو داند. سببش رو داند که به کدام خاطر تکفیر کرده شده است. و باید عذر رو هم در همین مسئله باید داند که در همین مسئله شریعت عذر داده است یا نداده است. ما گفتیم 5-6 مسئله هست که در این مسئله عذر فقط اکراه است یا که مجنون شدن است، باید همین رو داند و بعد از این تکفیر بکند. اما در غیر این مسائل، در دیگر مسائل البته باید عذرها رو باید داند. پیش از تکفیر کردن اول عذر رو نظر بکند، شروط التکفیر و موانع التکفیر رو نظر کرده، بعد باید تکفیر کند. یعنی همه نمود تکفیر کردن، همه نمود کفر برابر نیست. کفرها از هم دیگر فرق دارند. بعضیش عذر دارد و بعضیش عذر ندارد. کفر عملی تارک الصلات عذر ندارد بجز اکراه و بجز مجنون شدن و در حالت اجباری انجام دادن. اگر دیدید که یک انسان در حالت اکراه نیست، در حالت دیوانگی نیست، نماز نمیخونه، تکفیر کرده شد. یعنی انسان باید عذرهایی که در شریعت آمده است باید داند و موافق همین عذر صحبت بکند. معنای سخن شیخ عبدالعزیز طرایفی همین است. بارک الله فیکم.